آهای پزشکیان گوزشکیان، تو که داره میگی 2 درجه 3 درجه برقو کم کن، پاشو برو تو اقدسیه و کامرانیه، تجریش جردن مردن، ببین تو لاویا چند تا برق روشن کردن. اینجا که داره دم دقیقه برق میره، مردم گاز استفاده نکنن، لباس گرم بپوشن. بگه طویل است اینجا لباس گرم بپوشیم؟ بچه‌هامون دارن از سرماخوردگی دارن هلاک میشن، چه برسه به سیستان بلوچستان، چه برسه به جاهایی که اصلا نه بخاری میتونن استفاده کنن، چادر دارن زندگی میکنن. نعمت آقا داره دم دقیقه برق میره، شهریاری از اون بدتر. نشستی اونجا صحبت کردن بلد نیستی. از دهاتای تبریز پا شدی اومدی تو شهر، با هواپیما میبرنت اینور اونور، جوگیر شدی. تو صحبت کردن بلد نیستی، دکتر گوزشیان، تو هیچی بلد نیستی. نمیدونم کیا به تو رأی دادن به قرآن. نشستی داره میگید مردم برق خاموش کنن، گاز خاموش کنن، تف